قانون گس‌ها یکم چیزی که شما در قانون گس‌ها دانید باید دانید که پروسس چیست. پروسس این روند است که یکی از پارامتر تغییر می‌یابد. پارامترها چیکار میکنن؟ تغییر می‌یابد. یعنی که اگر پارامتر ما تغییر یافت، یعنی که حرارت ما پس یا بلند شد، حجم ما کم یا زیاد شد، فشار ما کم یا زیاد شد، این رو چی میگویند؟ پارامتر میگویند. پارامتر چیست؟ تغییریابی پروسس چیست؟ پارامتر پروسس چیست؟ تغییریابی پارامتر در سیستم چی است؟ پروسس. و پروسس گفتیم که تغییریابی پارامتر است. و با داریم ایزوپروسس. معنای کلمه ایزو یک خیله است. یعنی که ایزوپروسس این روند است که در آن یکی از پارامتر دائمی میموند. یکی از پارامتر چیکار میکند؟ دائمی میموند. یا فشار یا حجم یا حرارت چیکار میکرده است؟ دائمی مونده است. اگر یکی از آنها دائمی میموند، این را میگویند چی؟ ایزوپروسس. و در عموم ما 4 ایزوپروسس داریم. کدام ایزوپروسس ها؟ یکم داریم ایزوپروسس ایزوترمی، ایزوباری، ایزوخوری و ادیاباتی. 4 ایزوپروسس: ایزوترمی، ایزوباری، ایزوخوری و ادیاباتی. یعنی که 4 ایزوپروسس معنای آن را دارد که در این 4 ایزوپروسس یکی از پارامتر چیکار میکند؟ دائمی میموند. یکم ایزوترمی. ایزوترمی ترم حرارت، یعنی که روندی که در آن حرارت چی است؟ دائمی است. کدام پارامتری ما دائمی است؟ حرارتی ما دائمی است. این را چی میگویند؟ ایزوترمی. دوم ایزوباری. در ایزوباری چی دائمی است؟ فشار دائمی است. P برابر کنستانت. P برابر کنستانت. سوم ایزوخوری. در ایزوخوری چی دائمی است؟ حجم دائمی است. V برابر کنستانت. و چهارم ادیاباتی. ادیاباتی این روند است که در آن دو گرفتی انرژی، دو گرفتی مقدار گرمی به عمل نمیآید. یعنی که در عموم اگر خواهیم 3 ایزوپروسس گفتم میتوانیم: ایزوترمی، ایزوباری و ایزوخوری. ایزوترم حرارت دائمی است. ما گفتیم که ایزوپروسس باید یک چیز دائمی باشد. در ایزوترم حرارت دائمی است، در ایزوبار فشار دائمی است، در ایزوخور حجم دائمی است. بیاید اکنون هر یک ایزوپروسس را در الهیگی آموزیم. یکم سر میکنیم از ایزوترمی. ایزوترمی این ایزوپروسس است که در آن فشار و حجم با یکدیگر متناسب چپند. با یکدیگر چیان؟ متناسب چپند. ایزوپروسس ایزوترمی دارد چی؟ کی کشف کرده است؟ یکم باید ما عالم کشف کننده را دونیم. کدام عالم کشف کرده است؟ بویل و عالم دیگر ماریوت. یعنی که دو عالم این رو کشف کردند، بویل و ماریوت. و قانون رو اگر گویند که این قانونی کیست، در هر دویش در یکدیگر میگوییم. این عالم ها نوبسته از یکدیگر کشف کردن ایزوترمی رو. یعنی که یکی کشف کرد، دیگری در علایدگی کشف کرد و هر دو را یک جایگی نام گذاشتن. چی؟ بویل ماریوت. قانونی بویل ماریوت روند ایزوترمی. دوم چیزی که دانیم چی دائمی است. در روند ایزوترمی گفتیم که حرارت چی است؟ دائمی. T برابر کنستانت. و سوم متناسبیت. چی با چی متناسبی چگونه است؟ یکم گفتیم که فشار و حجم متناسبی چپ است. یک چیز رو در یاد گیرید. وقتی که دو چیز به یکدیگر ضرب میشوند، آنها به یکدیگر متناسب چپند. در حالت یکی رو زیاد کردن باید دیگری چی شود؟ کم شود. این متناسب چی است؟ چپه. چون که قیمت ما باید دائمی ماند کو. به همین خاطر وقتی که ما یک چیز رو زیاد میکنیم باید چیز دیگری ما چی شود؟ کم شود. در روند ایزوترمی فشار و حجم متناسب چی است؟ چپه. چه خیلی فشار و حجم متناسب چپ است. نگاه کنید. یکم ما چیکار میکنیم؟ یک سوزاندارو رو میگیریم. در اینجا ما داریم حجم ما 10 میلی لیتر، فشار ما 1 پاسکال. ما فشار رو کم زیاد میکنیم. فشار رو چیکار کردیم؟ زیاد کردیم، فشار ما با 2 پاسکال برابر شد. فشار رو چند مرتبه زیاد کردیم؟ 2 مرتبه زیاد کردیم. فشار 1 بود، 2 مرتبه اون رو چیکار کردیم؟ زیاد کردیم. وقتی که فشار 2 مرتبه زیاد شد، حجم ما چی شد؟ کم شد. چند مرتبه؟ 2 مرتبه. چون که 10 بود با 5 برابر شد کو. برای همین وقتی که در حرارت ایزوترمی فشار زیاد می شود، حجم کم می شود. حجم زیاد شود، فشار چی می شود؟ کم می شود. یعنی فشار و حجم متناسبی چی است؟ چپه. روند ایزوترمی در خود 3 گرافیک دارد. هر 3 گرافیک که اون رو باید شما دانید. یکم گرافیک حرارت چی است؟ دائمی. حرارت چی است؟ دائمی. یعنی که حرارت در یک خط رفته ایستاده است، آن تغییر نمی‌یابد. اما حجم چیکار کرده ایستاده است؟ زیاد شده ایستاده است. اگر شما رو سوال گیرد حرارت چگونه است؟ دائمی. حجم چیکار کرده ایستاده است؟ زیاد شده ایستاده است. اگر سوال گیرد فشار چی؟ فشار پرسد، فشار کم شده ایستاده است. چرا فشار کم شده ایستاده است؟ چون که ما میدونیم که در روند ایزوترمی فشار و حجم متناسب چپه است. اگر حجم زیاد شود، فشار چی میشود؟ کم میشود. دوم روند این خطی که شما ببینید نام دارد هیپربولا. چی نام دارد؟ هیپربولا.
гипербола нигоҳ кунед. вақте ки мо ҳаҷмро зиёд мекунем, тарафи ҳаҷм равем, ин тараф мефарояд, тарафи фишор мефарояд. ҳаҷм зиёд шуд, фишор фаро омад, яъне фишор кам шуд. агар наоборот хати мо боло равад, чӣ? Фишор зиёд мешавад, ҳаҷм чӣ мешавад? Кам мешавад. яъне ки ин нишон медиҳад ки фишор ва ҳаҷм мутаносиби чӣ хеле аст? Чапа. сеюм график. ҳарорат боз доимӣ аст. ҳарорат чӣ аст? Доимӣ. фишор чӣ шуда истодааст? Зиёд шуда истодааст. агар пурсанд ҳарорат чӣ аст? Доимӣ. фишор зиёд шуда истодааст. агар ҳаҷм пурсанд чӣ? ҳаҷм офарин кам шуда истодааст. чаро мо ин гуна ҷавоб додем? Чунки мо медонем ки дар раванди изотермӣ ҳангоми зиёд шудани фишор ҳаҷм чӣ мешавад? Кам мешавад. ин буд маълумот дар бораи раванди изотермӣ. дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.